تق و تق در زدم، دست پر اومدم، واسه هر ثانیه ای عشقمو میدم. لالای لای لالای لالای لای لالای. السا بله مامان. چیکار میکنی؟ امروز یکی از دوستامون برای ما کامنت گذاشته بود، گفته بود سالاد یونانی هم آموزش بدین. منم میخوام امروز یه سالاد خوشمزه یونانی به شما یاد بدم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. برای سالاد یونانی چند برگ کاهو رو خورد میکنیم، فلفل دلمه قرمز و زرد و 2 عدد گوجه، 2 عدد خیار و یه پیاز قرمز و نمک و روغن زیتون و سرکه بالزامیک و زیتون و پنیر فتا. بچه اگر شما آموزشی مد نظرتون بود به ما کامنت بذارید تا ما برای شما اون ویدیویی که خواستین رو آپلود کنیم. خب حالا بریم سراغ سالاد یونانیمون. کاهوامون رو داخل ظرف می‌ریزیم و فلفل دلمه ها هم خورد می‌کنیم. فلفل دلمه هامون رو روی کاهوامون می‌ریزیم و خیارا رو خورد می‌کنیم. خیارامون هم که خورد کردیم توی ظرفمون می‌ریزیم. و بعد گوجه رو خورد می‌کنیم. بچه‌ها یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید تا یه آموزش‌های دیگه‌مون هم ببینید. گوجه‌مون هم به موادمون اضافه می‌کنیم. چی شد؟ پیازش خیلی تند بود، اشکمو در آورد. حالا گریه نکن. خب حالا باید چی کار کنیم؟ پیازمون هم روی بقیه موادمون میذاریم. پیازه رو باید چجوری برش بزنیم؟ حلقه‌ای، ولی اگر پیاز قرمز در دسترستون نبود از پیاز سفیدم میتونید استفاده کنید، ولی سالاد یونانی اصلش با پیاز قرمز.
نوبتی هم که باشه نوبت پنیر فتاه. چجوری برش میدیم؟ مربع فرق نداره، هر اندازه که دوست داشتین میتونید اندازه بزنید. ما دوست داشتیم به این اندازه باشه و پنیرام روی بقیه مواد میذاریم. حالا نوبت زیتون بدون هسته است. زیتون اندازش دلخواهه. چه خوشگل شد بچه ها. خوشگله انسان. آره خیلی خوشگله ماما. همین الان میخوام تستش کنم ولی نمیشه، هنوز بقیه چیزا مونده. خب برای سسش اصلا چی باید بریزیم؟ سرکه بالزامیک خب و روغن زیتون. و برای طعم گرفتنش نمک یه ذره میریزیم، خیلی کم. و بعد یه دونه لیموی خوش‌طعم میاد. بچه‌ها شما هم میتونید از هر سبزی که خواستین استفاده کنید برای خشک شدن سالاد ما. ما از شیوید خشک استفاده میکنیم. شما هم میتونید از هر سبزی تر و خشک دیگه استفاده کنید. چه خوشگل شد ماما. سم دیگه. اینم از آموزش امروزمون بود، سالاد یونانی. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید، اگر دوست دارید به ما انرژی بدید سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید دینگ دینگ. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.